میگوید جوانی خیلی آرام و متین به مرد نزدیک شد و با لحن خوش و گفتاری نرم پرسید: بخشش اکا، من میتوانم کمی به بانوی شما نگاه کنم و لذت ببرم؟ مرد که اصلا توقع چنین حرفی را نداشت با غضب از جای خیست و در میان بازار از گریبان آن جوان گرفت و با عصبانی طوری که گویا رگ گردنش حاضر میکفد و آن جوان را به دیوار کوفته فریاد زد: ای بیناموس، مگر خودت از این کار خجالت نمیکشی؟ اما جوان باز هم در همان حال آرامی، بدون اینکه از رفتار فحش این مرد عصبی شود و عکس العمل نشان دهد، همان طور با ادبانه ادامه داد: اکا جان، خیلی عذر میخواهم. من فکر نمی کردم که شما این همه عصبی و غیرت داشته باشید. من هر دوی شما را در این بازار دیدم همه که در بازار گشت و گذار میکنند بدون اجازه به بانوی شما نگاه میکنند و لذت میبرند. من گفتم حد اقل از شما اجازه بگیرم، مبادا نامردی کنم. مرد حیران ماند و همان طور که گریبان آن جوان را گرفته بود آب دهانش را فرو برد و به زیر چشم زنش را نگاه کرد و خجالت کشید از این کار خود. میگوید زنی که نماید به بیگانه روی، ندارد شکوه خود و شرم شوی.